من 100 کیلو وزن میزنم، 200 کیلو وزن میزنم، ولی در برابر شیطان توپ شده. قدرت باطنی در کار است عزیز من. اونی که میرزمد، اونی که کامیاب میشود، اونی که ناکامی ندارد، اونی که در تمام میادین دنیا حرف اول را میزند، اونهایی نیستن که 100 میدان برد دارن. اون کسی که هر روز یاد مرگ باشد، اون کسی که هر روز فکرش این باشد که من امروز شاید کفن بپوشم، اون کسی که فکرش این باشد شاید امشب من در قبر بخوابم، اون گناه میکنه. ما هستیم که به سر ما جنازه خوانده می شود. ما هستیم که لباس از تن ما، ازار از تن ما کشیده می شود و یک لطه سر ما انداخته می شود، آب می اندازند و ما را می شویند در حالی که هیچ مجال نداریم. اون ماییم که به سر شانه های مردم می رویم به قبرستان. اون ماییم که من خواب به سر ما انداخته می شود. خدا رحمت کند حاتم اصم را. این بزرگمرد چی میگوید؟ میگه ما من صباح الا و الشیطان یقول لی. هیچ صبح نیست شیطان میآید به من میگوید. حاتم میگوید چه ابرمردی بود، چه خوب کانفو کار کرده بود این بزرگوار با تقوای خودش. امروز جوان کانفو بلده. من 100 کیلو وزن میزنم، 200 کیلو وزن میزنم، ولی در برابر شیطان توپ شده.